جوانای عزیز، منم خودم رنگ شما یک بچه یاشم، یک نصیحتتون میکنم، گرچند یاش باشم، شما زن بگیرین. شما زن بگیرین، چون که وقتی که شما زن میگیرین شما با پاکدامنی و با عفت پاکدامنی میرسین. دیگه چشمتون از زنا چیکار میشه؟ محکم میشه. یک سیر کننده هستین، دیگه گشنه نیستین. لیکن شما زن بگیرین، لیکن زن صالحه بگیرین. زن بگیرین که او فرزندای اسلامی، فرزندای صالح صالحه بدن بیاین. زن را بگیرین که شان ساعتی دو بخزی نگاه کنی، زنک جان در روی جای نماز شده دعا کرده که پروردگارا شوهر من ایمه راضی بگردم. شما بخیر نگاه که زنت نماز تهجد خوانده است، در سوی آسمان برداشته دعا داره که پروردگارا شوهر مرا کتیمه در جنت چیکار که یک جرک. پروردگارا شوهر مرا هدایت که. پروردگارا شوهر مرا یعنی چیکار که در پناه ایزد خود نگه بدار، در کار و بارش رواج بده، در کار و بارش برکت بده. شما انا خلیز انا را آرزو کنین در نکاح بدرارین.